این عائله بلاگران معروف نوار نشر کرده وعده دادند که به افراد آبونه شده 10 ماشین کاملا نو و 1 ماشین استفاده شده تقدیم میکنند. در روز اولین نشر نوار آنها را 15 میلیون نفر تماشا کرد و آن در شبکه‌های اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. کسی دست خالی نمیماند. ما برای شما اتومبیل آماده کردیم. 10 کسی خوشبخت صاحب این ماشین ها میشوند. روز نشر این نوار معلوم شد که برای شرکت در این بخت آزمایی یا لاتری هر کس باید معادل $60 پردازد. این مبلغ به عقیده بلاگرها اربولاد و المیرا جنابیلوف ها برای 1 کورس تعلیمی تجارت خرج می شود. بعد از سپردن این مبلغ فرد حق شرکت در طول سنجی را پیدا می کرده است. آیا در قزاقستان برای تشویق کورس تعلیم تجارت تشکیل لاتری ضرور است؟ آیا آنها از این اقدام انداز می سپارند؟ آیا شرکت کنندگان لاتری چیزی خواهند برد؟ نوشته‌اند که پول تعلیم برگردانیده نمی شود. آیا از روی قانون چنین حق دارند؟ برای مثال اگر 1 میلیون نفر از آنها چنین کورس تجارت بخرد، آنها حداقل 30 میلیارد تنگه درآمد میگیرند. در شبکه‌های اجتماعی بسیاری از کاربران مشورت دادند که مردم فریفته وعده نشده به کورس تجارت که شاید هیچ فایدهشان ندارد شامل نشوند. کاربران با چنین سوالها به بلاگران نیز مراجعت کردند، ولی در پاسخ آنها نوار بیشتر ترغیباتی نشر نموده دستورهای علاوگی ثبت نام در لاتری و صحبت‌ها با برندگان جایزه ها را پهن کردند. سلام، تبریک تبریک. شما میلیون بریدید. فکر نمی کردم که وارد می شوم و جایزه می گیرم. این طول سنجی یا لاتری از نظر حکومت قزاقستان دور نماند. وزارت سیاحت و ورزش قزاقستان خاطر نشان کرد که در این کشور تنها نهادهای حق گذراندن لاتری دارند که از دولت پروانه کار گرفتند. وزارت از ساکنان قزاقستان خواهش کرده است که از شرکت در هر گونه قرعه کشی ها و لاتری های شبهه برانگیز خودداری کنند. فعلا شهروند جنابیلوف به وزارت دعوت شده است تا این اقدامش را شرح دهد. بر اساس آن قرار درباره بازنمودن پرونده مأموری گرفته می شود. در حالت خودداری نام برده از شرح این اقدام، پرونده خلافکاری مأموری افتتاح یافته به حضور گمانبر تحقیق خواهد شد. این هشدار وزارت سیاحت و ورزش به عائله بلاگران تأثیر نگذاشت. آنها ترغیب کورس و لاتری ماشین‌ها را ادامه داده وعده می‌دهند که اشتراکچیان کورس تجارت در بخت آزمایی شرکت کرده 10 نفر آنها صاحب ماشین‌های کاملا نو خواهند شد.